به نام خدا. سلام به یکی دیگر از ویدیوهای آموزشی ما خوش آمدید. در این ویدیو آموزشی میریم با هم چند تا از قابلیت های اینیشات رو با هم یاد میگیریم. نرم افزار اینیشات یا اپلیکیشن اینیشات را باز میکنیم. میریم به یکی از ویدیوها را ما ویدیو جدید اضافه میکنیم. ما ویدیویی که از نمایشگر در شب رو گرفتیم و اضافه میکنیم. حالا ما میخواهیم که این ویدیو را کمی روشن‌تر بسازیم و ببینیم که تا چه حد میتونیم این روشن کنیم. و دیومی که ما آرم اینیشات رو چجوری برمیداریم. ما فیلتر رو میزنیم، حالا تنظیم رو میزنیم، حالا نورش رو میبینیم که نمای شبش الان روشن‌تر شده. خب تقابل، حالا گرمی رو میزنیم. اشباع رو میزنیم. ما تا این اندازه ویدیو رو ما روشن کردیم. حالا ما میریم آرم یا نماد اینیشات رو برداریم. ما حذف رایگان رو میزنیم و ما میریم اینجا نت خاموش میکنیم، نت روشن میکنیم. حالا نماد اینیشات برداشته شد. ما کیفیت دلخواه رو انتخاب میکنیم.